سلام دوستان، حال دلتون چطوره؟ من ابوالفضل هستم، به کانال پابجی لند خیلی خوش اومدید. امروز اومدم به عنوان اولین ویدیو یوتیوبم یک کد جنس خیلی خوب و گادو بهتون معرفی کنم که پینگ و ریجستر، یعنی خیلی خیلی خوبی داره. خدا وکیل. یه مشه دیدیم استارت میکنیم، ریجسترش رو میبینید و یه کلاسیک هم استارت میکنیم تا پینگش هم تو کلاسیک ببینیم. لیت گو. خب دوستان، آرنا رو استارت کردیم. پینگ 64 دیگه. آره پینگش رو 64 میمونه. هدشات های خوبی میزنه. حالا من زیاد پینگ برام مهم نیست، اما ریجسترم خوب باشه من از خدا وکیل. ریجسترش خیلی خیلی خوبه، خدا وکیلی. و این خیلی تلپورت میشه. دوستان الان من دارم آیپد ویو بازی میکنم. اگه خواستید کامنت ها بگید، اگه شد ویدیو آیپد ویو من میذارم. روش آیپد ویو کرد. خیلی آیپد ویو خوب رنگه. دوستان یه نکته رو در نظر داشته باشید، حتما دکمه ویشیش دی تون رو روشن کنید، چون که تاثیر میذاره. و وقتی دی رو روشن میکنید، اگر نت گوشی هستید حالت پرواز بزنید. من خیلی خیلی تاثیر داره تو ریجستریتون، پینگتون. من خودم امتحان کردم. این چیه ناموسن همه تلپورت میشه. حالا من شارژم کمه، لگ میشم. شرمنده اگه ویدیو لگ، من خودم لگ نمیشم، ریکوردر اینطوریه، نمیدونم چرا. دوستان ممنون میشم اگه تا اینجای ویدیو دید. اگر از ویدیو خوشتون اومده بود با لایک کردن من انرژی بدید و کانال من سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. خیلی ممنون. این یارو خیلی پینگش خراب.
خب دوستان این آخر دیگه خیلی چیز شد، یارو لفت داده بودن بهش مک مسخره میشون، لفت دادیم که بریم مچ کلاسیک هم نشونتون بدیم. خب یه مچ کلاسیک هم استارت میکنیم، پینگش هم توی کلاسیک ببینید. بچه دقت کنید که حتما مچتون زیر 10 ثانیه استارت بشه. اگه زیر 10 ثانیه استارت شد پینگتون خیلی پایین تره نسبت به اینکه مثلا دیر استارت بشه. حالا من زود استارت شد مثلا پینگم پایینه. من خودم تو کلاسیک پینگ 80 میگیرم. حالا نسبت به نت شهرتون دیگه یه پینگ بهتون میده. ما شهرمون دیگه مثلا اونجوری نیست که بگی It is پینگ showtime. 60 و اینا بریم. نت خوبی نداریم. اون میگم الان نوسان داره. 180. خب دوستان پینگ 80 بود. کد DNS هم رو صفحه میذارم تا ویدیو I بعدی. won خدا my نگهدار. last match.